کودکان می توانند حتی از جانب نزدیکترین شخصان مورد تجاوز یا اینکه بدرفتاری قرار گیرند. نجوا در گوشی بود اثری سیومی ژورنالیست و نویسنده معروف تاجیک ساجده میرزا است که در امریکا محض برای خواننده تاجیک تهیه شده است. این اثر را من در طول 12 ساعت خواندم و درسی آموختم این است که پدر و مادران بخصوص مهاجران باید احتیاط شوند. کودکان خود را نابسته از آنی که دختر و پسر است باید پیش هیچ کس تنها نگذارند. کودکانتان را به هیچ کس باور نکنید، چون که آنها می توانند حتی از جانب نزدیکترین شخصانی که حتی درباره‌اش فکر نمی کنید مورد بدرفتاری یا اینکه تجاوز جنسی قرار بگیرند. قهرمان این اثر صنم کودکی است که مادرش به مهاجرت به ترکیه می رود و همین طور کودکش را در تاجیکستان در نزد خاله اش می ماند. خاله البته خوب بود، نسبت به کودک غمخواری می کند، او را پرستاری می کند، به دختر خواندی می گیرد، اما شوهر خاله این کودک را تجاوز می کند و دخترک آبستن می شود. با همین روزی سیاهی این دخترک شروع می شود، بعد تقدیرش خطی بطلان کشیده می شود. البته در این اثر آدمان خوب هم هستند که برای بهبود یافتن، کسب آموختن و زندگی نو را شروع کردن صنم کمک میکنند. اما در برابر این اثر خواننده را وادار میکند که به زندگی با چشم واقع بینانه بنگرد. در این اثر خواننده همچنین از سرنوشت‌های تلخ قربانیان خشونت خانوادگی آگاه می شود و سرنوشت‌های آنها به پدر و مادران پیام می دهد که تا کجا آموزش دادن و کسب و هنر آموختن به دختران خیلی مهم است. دوستان عزیز، شکل الکترونی این کتاب در دست ما هست و اگر شما این ویدیو رو به 10 دوستتان فرستید و صفحه ما رو پیگیری کنید، شکل الکترونی آن را من به شما می فرستم. خوشبخت باشید.